سلام به حسین عزیز، خیلی خوش آمدی به هنرزی. سلام مشتاق جان، مخلصیم، ممنون از دعوتت و امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم. مرسی، سپاسگزارم. این اولین اپیزود پادکست هنرزیه که ما تو میخوایم در مورد مسیر هنری هنرمندایی کم صحبت بکنیم باهاشون و اینکه چجوری زیست هنری رو تو خودشون به حالا به هر شکلی که بوده تو این شرایط عجیب و غریب حفظ کردن و نگه داشتن. کلیت پادکستمون اینه. امیدوارم که گفتگوی خیلی خوبی داشته باشیم. من اول خیلی خیلی زیاد ازت تشکر بکنم که لطف داشتی به من مخلص. و حضور پیدا کردی و انشالله که پادکست اینقدر خوب باشه که مطمئن. آره این لطفی که به من داشتی من شرمنده تو نشم. بزرگ نه بابا، خواهش میکنم. مخلصیم. همین که داری یه فعالیتی میکنی در راستای اینکه ما حداقل یه ذره آگاه تر بشیم نسبت به کاری که داریم انجام میدیم، خب خودش یه تو این اوضاع احوال اسفناک و افسردگی همه گیری که به شکلی ما هممون درگیرش هستیم واقعا جای تقدیرم داره. دمت گرم. مرسی. متشکرم که تو لطف داری. واقعا اگه بتونم این کارو بکنم که خیلی باعث خوشحالیه. مطمئنم. آره لطف داری. بوسی جان، شما حالا با توجه به اینکه من یه افتخار رو دارم که یه دوستی چندین ساله باهات دارم، میخوام ببینم که تو شاید خیلی از اینا رو خودم هم ندونم، یعنی اصلا فرصتی پیش نیومده که ازت بپرسم. هنر از کی تو زندگی تو نقش پیدا کرد؟ یعنی از کی اصلا درک کردی که همچین فضایی هست، همچین زمینه به قول معروف کاری یا حالا فعالیتی یا علاقمندی هست که من دوست دارم برم اصلا درگیرش بشم؟ ببین، یه دلیل شاید خنده‌داری داشته باشه، چون به شکلی مثلا اکثرا ما هممون درگیرش بودیم به شکلی. من حالا شروع داستان رو خب همه به یه شکلی مثلا حالا یه ذوقی به شکلی مثلا توی یه شرایطی بودن بچه‌ها که حالا من از حالا بنا به شرایطی که داشتیم، بابا کارمند یه شرکتی بود که تابستونا یه سری کلاسای آموزشی اینا میذاشته، مثلا نقاشی و موسیقی و فضای این شکلی. و من توی به شکلی از فکر میکنم که مثلا اول دوم دبستان تا مثلا پنجم ششم درگیر این داستان بودم. بعد دیگه حالا اتفاقی کم رنگ‌تر شد و کلاسا کم رنگ‌تر شد و دیگه منم سمتشم نرفتم. چه کلاسی میرفتی؟ کلاس هنری میرفتی احتمالاً دیگه؟ آره ببین، یه سری کلاسای آموزشی بود که مثلا اوقات فراغت مثلا بچه‌های اون کارمندای اون شرکتی بودن که با یه شکلی مثلا میرفتن بچه‌ها همه دور هم جمع میشدن. یه سری کلاسا بودش که حالا توی همین یزد به یه شکلی از همون ابتدا کلاس نقاشی بود، کلاس موسیقی بود، یه کوچولو مثلا حالا آشنا شدن با موسیقی و این داستانا. ولی خب خیلی هیچ کدوم من اون موقع خیلی جدیش نمیگرفتم، یعنی در حد اینکه اوقات فراغتی بود به شکلی، همون فوق برنامه بود به قول اون. آره دقیقاً یه حال این شکلی بود. من مثلا در حد اینکه من یه سری مثلا نقاشی میکردم، فکر میکنم یکی دو تا از اون نقاشی‌ها رو دارم همچنان، فکر میکنم باید خیلی بگردم پیداش کنم. آره بعدن اگه پیداش کردی برام بفرست، من تصویرشو بزنم. آره حتما. بعد دیگه به یه شکلی خیلی اون موقع خیلی واسم جدی نبود، ولی خنده‌دارش اینجا بود که خب اصولا تو با توجه به اینکه حالا من از 13-14 سالگی دیگه رفتم سمت یه سری کارهایی که مثلا بتونم حداقل یه ذره کارمو، چون به یه شکلی سه ماه تابستون ما توی حالا دهه 60 به یه شکلی به اون سمت رفتیم که توی تابستونا اصولا همه میفرستادن بچه‌ها رو یه سری کاری و آره یه جایی مثلا. من کارهای مختلف رو تجربه کردم. فکر می‌کنم یه پیشینه‌ای از حالا مجسمه هم از اون دوران دارم، چون مثلا کارهای مثلا ساخت و سازی رو دوست داشتم. نمیدونم خیلی از کارهای مثلا معماری کار کردم، نمیدونم مکانیکی کار کردم، رفتم جاهای مختلف یه سری چیزها و تجربه های این شکلی که از خراب کردن و درست کردن و اسمبل کردن و ساختن و این داستانایی که فکر می‌کنم که یه پیشینه‌ای از مجسمه از اونجا میاد واسم. بعد خنده‌دارش اینجا بود که خب دیگه ما بچه زرنگی هم نبودم، من همیشه بچه تنبله بودم، ولی خب کارم هم انجام میدادم. خیلی مثلا آدم این شکلی شر اونجوری نبودم، ولی شیطنتای ریز خودم هم همیشه داشتم.
بعد از راهنمایی، حالا ما نظام قدیم دبستان راهنمایی و بعد میرفت دیگه حالا اول دبیرستان، بعد حالا تعیین رشته میکردی و اگه که به شکلی اون موقع نظام جدید بود و الان شده نظام قدیم. من فکر کنم اشتباهه. ما به شوخی میگم، نه اون موقع شکلی بود. آره آره واقعا یعنی اون موقع نظام قدیمی‌ها دوباره دبیرستان 6 ساله و اینا بودن. بعد دوباره شد دوره ما شد راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی. الان دوباره انگار دوباره بازگشت کرده به همون دوران قدیم. همون دقیقاً. متوسطه میشیم نظام ما این موش آزمایشگاهی این وسط بودیم. دقیقاً ما همیشه نسل سوخته بودیم دیگه. یه شکلی هر آزمایشی می‌خواستن ما روی ما انجام بعد رفتیم اول دبیرستان و اول دبیرستان من با 4 تا تجدیدی موفق شدم که اول دبیرستان رو به شکلی که بعد از 4 تا تجدیدی گفتی موفق شدم. 4 تا فکر کنم 5 تا تجدیدی داشتم. بعد از اون داستان مثلا تک ماده و اون موقع مثلا تک ماده و این داستانه این شکلی بود و یکی دو تاشم حالا خوندم در 11 و اینا قبول شدیم کار نداریم. گفتم آقا باید بری که یه چیز مشاوره که مثلا تعیین رشته بخوای بکنی. تعیین رشته کنی. آره. چون باید میرفتی همون آموزش پرورش یه فولدری بود که باید میرفتی یه دفتری و اینا مثلا میگفتن که آقا یادم مشاوره تحصیلی مثلا میشدی. آره میتونی این رشته ها رو بری حالا انتخاب کن. من رفتم اون مشاوره و اون آقایی که اونجا نشسته بود گفتش که یعنی کارنامه رو دید و این داستانو گفتش که 2 تا رشته میتونید برید، یکی انسانی یکی هنر. همون موقع بود که اون جرقه هنر به شکلی یعنی تو قبل از این داستان به این که بری رشته هنر بخونی به صورت حالا اون موقع مدرسه و بعدها آکادمیک فکر نکرده بودی؟ نه واقعیتش خیلی پررنگ نبود توی اون دوران. یعنی مثلا رشته کار هنری هم انقدر برات پررنگ نبود هنوز؟ خیلی نه، یعنی دورنمایی از این رشته هنری داشتم ولی خب مثلا اون موقع شاید مثلا گرافیک یه ذره همچنان چیز بود، یه ذره شیک بود، هنوز واسه تعریف اون شکلی نبود یا حداقل ما نمیدونستیم، حالا خیلی آشنا نبودیم. نقاشی باز دوباره یه سری برخوردایی بود که مثلا یه نقاشی ساختمونی یا مثلا نقاشی فلانی یه داستانه این شکلی بود. من اون موقع رفتم خب اون جرقه حالا هنر خورد، بعد پرسیدم ازش که مثلا چه رشته‌هایی تو هنر هستش، تو هنرستانش چه رشته‌هایی داره توی هست که میتونم برم و اینا. گفتش گرافیک داره، نقاشی داره و سینما و تئاتر فکر می‌کنم بود و همین 3-4 تا رشته هنری. بعد منم علاقه حالا به شکلی بیشتر همیشه دنبال یه سری چیزایی بودم که کشف نشده است، یعنی یه جورایی که مثلا واسه من هنوز گنگه برم ببینم که مثلا چه شکلیه. اون موقع گرافیک رو انتخاب کردم، رفتم هنرستان گرافیک رو انتخاب کردم و گرافیک خوندم. آره دیگه شروع داستان هنری من از دوره هنرستان و حالا قبلترش یه کوچولو کار کرده بودم، مثلا حالا همون نقاشی و یه ذره مثلا واسه خودم کار میکردم. چون خواهر من یه جورایی شعر میگفت توی اون داستان، مثلا کلاس شعر میرفت یه ذره حالا فضای گرایش‌های هنری داشت. آره به اون شکل مثلا یه ذره گرایش هنری داشت، یه جورایی هم منم سوق پیدا می‌کردم، مثلا یه جورایی مثلا شعر میگفت میشستم مثلا شعر رو می‌خوندم. حالا من اون موقع مثلا خیلی در مورد تصویرسازی خیلی چیز نمی‌دونستم ولی خب یه جورایی مثلا اون شعر رو تصویر می‌کردم واسه خودم، نقاشیش می‌کردم یه جورایی. ولی خیلی جدی نبود، در حد یه سری مثلا کارهای یومیه که مثلا داری انجام میدی. جالبه اینکه شعر تصویرسازی می‌کردی اون موقع خیلی. یه کوچولو ولی خب خیلی مثلا واسم چیز نداشت، یعنی مثلا جدیت نداشت مثلا نبود بگم که این رو میخوام مثلا. ولی خب اصلا از ریاضی متنفر بودم، نمیدونم از حالا خیلی اونایی که بگی مثلا از ابتدا مثلا خواستم دکتر بشم و اینا، دکتر بشی یا مهندس بشی، مهندس و دکتر خیلی با این روحیه این شکلی مثلا ریاضی و نمیدونم تجربی و این داستان اصلا خیلی باش نبود، خیلی جور نبودی. و فکر می‌کنم که مثلا اون تجدیدی‌ها خیلی کمک کرده. خیلی تجدیدی‌ها کمک کرده که میگم پس گفتی موفق شدم. واقعا گفتی موفق شدم. شاید واقعا اگه اون اتفاق نمی‌افتاد تو الان یه مهندس سرخورده بودی شاید، نه؟
آره مثلا؟ آره ببین یه فضای این شکلی بود دیگه، یا اصلا میرفتم مثلا مثل خیلی از دوستان دیگه یه دیپلم میگرفتم، یه لیسانس مثلا حالا یه نمیدونم آبخیزداری مثلا فلانی از این لیسانس‌های این شکلی، و بعدم الان توی حوزه دیگه داشتم کارمندی می‌کردم. البته دوستانی که آبخیزداری خوندن مخاطب ما، آره ما به مثال داریم میگیم قصد ارزش گذاری رشته رو نداشته باشه. آره باید همه دارم به شکلی رجوع میکنن. آقا خیلی جالبه. حالا آره. خیلی جالبه این نکته‌ای که میگی، یعنی شما یه اتفاقی توی دوران تحصیلیت باعث شد که یه نگاه جدی‌تری به تحصیل تو رشته هنر داشته باشی، رفتی شروع کردی گرافیک خوندن. از اونجا رو برام بگو، میخوام ببینم اون اتفاقه، چون تو حسین کفی مجسمه ساز، خب الان خیلی از مخاطبین ما میشناسنه، شناخته شده ای تو حوزه کاری خودت، خیلی موفقی، داری کار میکنی مرتب. میخوام ببینم که اون سویچه، اون تغییره چجوری اتفاق افتاد. شما رفتی هنرجوی هنرستان هنرهای زیبای پسران یزد شدی در رشته گرافیک، درسته؟ آره. خب از اونجا رو بگو برامون که چه اتفاقی افتاد که این گرافیک اومد چرخ خورد تا رسیدیم به مقطع دانشگاه، که حالا یه نکته‌ای توی مقطع کنکور میخوام بگم که تجربه مشترکی باهات دارم، میخوام اونم حتما بگم. اون هنرستان رو برامون بگو چه اتفاقی افتاد اونجا. ببین هنرستان خیلی نقطه عطفی بود واسه من، یعنی بهترین خاطراتم و بهترین حالا شیطنت ها و اتفاقات و حس و حال و فضا، اصلا کلا سیستم فضایی ذهنی منو متغیر کرد. حالا به واسطه اینکه مثلا خب من خیلی خب یه جاهایی باید خودتو مثلا محک بزنی، دوچار کنش کنی که ببینی واکنشه به چه شکله. من اون شکلی واسم تو هنرستان یه اتفاق افتاد. تازه شروع کردی مشق کردن یه سری چیزا. آره تازه فهمیدم مثلا باحاله، مثلا کتابای تاریخ هنر یه نگاهش می‌کردم، ورق می‌زدم، می‌خوندم. حالا کتابای خود مثلا هنرستان بود، که سری کتابایی که حالا اون موقع خیلی دسترسی مثلا خب به اینترنت و نمیدونم کتاب مثلا حالا خیلی عجیب غریب، و یه سری کتابایی که حالا تو کتابخونه بود. حالا بعدا مثلا حالا یه داستانی هم پیش اومد که مثلا اون موقع به واسطه اینکه من خیلی فعال بودم تو هنرستانم، خیلی فعال بودم، این بعد از به شکلی شناختن اون ابتدای داستان هر جشنواره‌ای میشد، هر نمیدونم فستیوالی که تو اون مقطع به شکلی سنی هنرستان و اینا بود شرکت میکردم، کار میکردم. شیطنت‌های خودم رو همیشه داشتم، خیلی هم به شکلی تو هنرستان خیلی، حالا خودت میدونی دیگه به شکلی چقدر فضای بکر و آزادی بیشتر. و ما مثلا تو حالا اینم جالبه اینکه ما ورودی مثلا بچهای گرافیک ما 6 نفر بودیم، یعنی بچهای گرافیک یه تعداد بچهای نقاشی بودن که تعدادشون بیشتر بود، فکر می‌کنم هولوش 17 نفر بودن، ولی گرافیک رو تو اون مقطع خیلی کم، چون شناخت اون شکلی نسبت به یعنی آدم‌ها گارن نمی‌دونن دقیقاً چیه. آره اصلا کمتر می اومدن سمت به شکلی. آره بعد از اون داستان یه ذره بیشتر مطالعه کردم، یه ذره بیشتر کار کردم. یکی دو تا از اساتیدمون مثلا خب باهاشون خیلی بیشتر کسایی که بودن که مثلا خب تازه فارغ التحصیل شده بودن، از مقطع مثلا لیسانس برگشته بودن. آره مثلا پریزا ضربی، مثلا محمد بهابادی، اینا مثلا تازه از تهران برگشته بودن. خب واسه منم خیلی جذاب بود که مثلا آره اتفاقاتی که میافتاد، نگاه‌های ویژه‌ای که اونا داشتن، خب همه چیز دست به دست هم میداد دیگه به شکلی. و توی اون دوران خیلی فعالیتم خیلی شدیدتر شد. یعنی مثلا من فکر می‌کنم دوم همون سالی که مثلا اول دوم دبیرستان که دوم هنرستان به شکلی که بودم، اولین جشنواره‌ای که شرکت کردم یه جشنواره بین‌المللی هم بود، اسمش خاطرم نیست. یه جشنواره بین‌المللی بود که اون موقع‌ها جشنواره‌های بین‌المللی خیلی بیشتر بود، یعنی مثلا از کشورهای مختلف میومدن، اتفاقات مختلفی میومد. به عرض تو همون گرافیک شرکت کردی، یعنی تو رشته گرافیک؟ نه هم گرافیک هم مجسمه، یعنی دو تا چیز داشت، دو تا آیتم. این نکته جالبیه. میخوام بگم تو همون تو مقطع هنرستان که داشتی درس میخوندی تو رشته گرافیک، از همونجا شروع کردی کار مجسمه انجام دادن؟ آره دقیقاً. یعنی شروع رشته مجسمه سازی که نداشت هنرستان؟ نه رشته مجسمه نداشت، ولی به واسطه اینکه مثلا انگار تازه داشتی پیدا می‌کردی که آره غیر از گرافیک من یه علاقه دیگه هم دارم. آفرین دقیقاً. آره
یه جاهایی مثلا خب به واسطه کتابا و تصویرا و اینا مثلا خب مجسمه ها رو می‌دیدم، مثلا با خیلی از آرتیستای مجسمه سازی معاصر یا به شکلی حالا کلاسیک آشنا می‌شدم. خب جذبه بیشتری داشت واسه من مجسمه. یعنی همون موقع مجسمه جذابیتش از گرافیک برای تو بیشتر. آره دقیقاً. بعد واسم خیلی جدی‌تر شد این جشنواره‌ای که شرکت کردم. دو تا فکر می‌کنم که کار پوستر داشتم، یه دونم کار مجسمه که اون کار مجسمه‌ام اول شد تو اون جشنواره. بعد کار پوسترم مثلا فکر می‌کنم که دوم شدم. اینو لوهاشو یه کوه لوح مثلا از دوره هنرستان دارم. آره داری. ولی یعنی حتی همون موقع هم انگار که بازخوردم که داشتی میگرفتی از مجسمه انگار بهتر بود، یعنی حس می‌کردی که مجسمه برات جدی‌تر و جالب‌تره. آره واسم کنکاش بیشتری داشت، جستجو کردن بیشتری داشت، حس و حال خلق کردن و لمس کردن و به دست سه بعدی بودن اون چیز واسم جذابیت بیشتری داشت تا اینکه بخوام نقاشی کنم یا مثلا پشت سیستم که حالا یا یه پوستری طراحی کنی. آره خیلی مثلا اون موقع گرافیک به شکلی چیز نبود، سیستمی نبود، اکثرا دست و اینا با اکثرا دستی بود. آره دستی کار می‌کرد. ولی اونجا واسم خیلی مجسمه جدی تر شد، یعنی اون مقطع کم کم پیش رفت و جاهای دیگه هم کار کردم، مثلا فستیوال‌های این شکلی یا مثلا از این جشنواره‌های داخلی و هنرستان و فلان و اینا. یه چند تا جشنواره مثلا استانی بود، مثلا نمیدونم فکر می‌کنم اصفهان رفتیم، سمنان رفتیم، یه جاهای این شکلی و تو مقطع هنرستان. خب میگم خیلی اون موقع فعالیتم زیاد بود نسبت به حالا اون حوزه‌ای که داشتم. بسیار عالی، خیلی هم خوب. خب حالا بیایم یکم جلوتر. اومدی و مجسمه، یعنی رفتی رشته گرافیک خوندی، مجسمه اونجا تو هنرستان برات جدی‌تر شد، شروع کردی فعالیت کردن، کار فرستادن، فستیوال‌های مختلف، یعنی محک زدن تواناییات و یه سری استادم بودن به قول تو، بچه‌ها بودن که رفته بودن از فارغ التحصیل شده بودن برگشته بودن اونجا استاد شما بودن. خب طبیعتاً خیلی تاثیر داشتن رو شما تا رسیدیم به مقطع کنکور. من آشنایی من با تو هم برمیگرده دقیقاً به همون مقطع کنکور که ما توی کتابخونه‌ای مشترکاً درس می‌خوندیم و اونجا با هم آشنا شدیم. یه نکته از مقطع کنکورت که گفتم میخوام بگم، ما حالا گرایشمون خود نمایشی در بود و از دنیای تئاتر می اومدیم و سینما و اینا، خود فضامون بیشتر نمایشی بود. همیشه هم از دور بچه تجسمی رو نگاه می‌کردیم و همیشه هم خیلی رویکرد جالبی دارن بچه تجسمی، انگار آرتیسترن یعنی یه حال اینجوری واقعا وجود داره، انفرادی تره این شکلی. دقیقاً آره، شاید شخصی تره. بچه‌های نقاشی، بچه‌های مجسمه، بچه‌های گرافیک حالا به شکل دیگه‌ای. رسیدیم به اون مقطع. حالا میخوام به یه نکته‌ای بگم. ماها خب یه دانشگاهی رو قبول شدیم و همون سال اول گفتیم خب بذار بریم. خب ما یه در کمال تعجب یه قطعی برق داشتیم، در کمال تعجب که نمیدونم چقدر درست باشه، الان دیگه نرمال شده متاسفانه. ما وسط ضبطمون برق رفت، یک ساعت و خورده‌ای فرایند رو متوقف کردیم و الان دوباره با عرض عذرخواهی از حسین جان که وقتشو بیشتر گرفتیم، بیشتر از برنامه‌ریزی. حسین جان، من سوالی که مطرح کردم و داشتی جوابشو میگفتی که برق رفت، من یه بار دیگه میپرسم، زحمت بکشی که از اینجا گفتگومون رو ادامه بدی. داشتم میگفتم که من ارجاع دادم به یه خاطره مشترکمون، گفتم که ما رسیدیم به سال کنکور که من همونجا هم باهات آشنا شدم و رفاقتمون شروع شد. اونجا ما خب دانشجوی به قول معروف یعنی اهل هنرهای نمایشی بودیم و خب تئاتر کار میکردیم، حالا کار فیلم کمتر، تئاتر بیشتر، و قصدمون بود که تئاتر یا سینما بخونیم اون موقع. و ما قبول شدیم سال اول دانشگاه سپهر اصفهان. یه اکیپی هم بودیم که خیلی همونم اونجا قبول شدیم، 4-5 تامون اونجا قبول شدیم. ولی شما یه اصراری داشتی روی این که من میخوام یک مجسمه بخونم، یعنی گرافیک، که فکر میکنم سپهر هم قبول شدی، حالا خودت مشخص‌تر بگو، یا شاید حتی دانشگاه‌های دیگه‌ای، ولی گفتی یک میخوام مجسمه بخونم، دو میخوام تهران حتما قبول بشم. و حاضر شدی که یک سال دیگه تلاش کنی و این اتفاق هم خوشبختانه سال بعدش برات افتاد و رفتی تهران. از این تصمیمت بگو که چی شد روی این تصمیم، این اصرار رو داشتی، این تاکید روی این دوتا قضیه از کجا می اومد؟ ببین واقعیتش اینه که حالا هم از اون پیشینه‌ای که گفتم، همین که تو دوره هنرستان واسم خیلی مجسمه بزرگتر بود، بولتر بود، واسم جدیتر بود، چون یه
چیزی که داشتم، حالا برداشتی که خودم از مجسمه داشتم تو هنرهای تجسمی، یه رشته‌ای می‌دیدم که یه حرفه‌ای، حوزه‌ای می‌دیدم که به شکلی ساختمونش قوی تره واسه من، یعنی یه اسکلت بندی جذاب داره واسه من، یه حالا اتفاقاتی که میفته، روند ساخت و تولید و خلق و به شکلی حالا زایشی توش بود که مثلا واسم توی گرافیک و نقاشی اینا نبود. به خاطر همین از همون حوزه، از همون دوره هنرستان مجسمه رو بیشتر واسش تلاش کردم، بیشتر در موردش بیشتر اطلاعات کسب کردم و اینا. خب واسم خیلی جدی تر شد دوره‌ای که خواستم کنکور بدم. سال اول که همونجوری که گفتی با هم، یعنی به شکلی همه توی بچه‌ای که همه با هم بودیم کنکوری که دادیم و بعد دیگه من اون سال شما همه قبول شدیم به شکلی سپهر اصفهان رفتیم، من گرافیک قبول شدم و نرفتم و به شکلی حتی ثبت نامش هم اصلا نرفتم انجام بدم چون واسم مجسمه رو خیلی به شکلی جدی تر بود واسم. مجسمه رو همون سالی که شما به شکلی یعنی با هم بودیم سال اول کنکورش رو دادم، رتبم یه ذره به شکلی الان میشه بالا یا پایین، عددش به شکلی آره چیز بود، رتبه بالا بود، فکر می‌کنم 2000 خورده بودم، ولی تو کنکور عملیه چون 2 مرحله‌ای بودیم ما، نیمه متمرکزا این شکلی بود. تو مرحله عملی رتبه بدی نیاوردم، رتبه خوبی آوردم، ولی خب اون رتبه کنکوریه ذره اذیت کرد و قبول نشدم و حالا منجر به یه رشته دیگه شد. ولی خب نرفتم. اون سال بعد دوباره نشستم خوندن و به شکلی بیشتر واسه کنکور خوندن که سال دوم قبول شدم و واسم اهمیت بیشتری رو هم داشت. سال دوم که به شکلی حالا نتایج نیمه متمرکز و متمرکز اول میاد دیگه، متمرکز اومد. من فکر میکنم که اگه درست بگم الان نقاشی دانشگاه اصفهان قبول شدم، نمیدونم یا موزه‌داری، یکی از نه نقاشی نبود، نقاشی هم چون نیمه متمرکز بود، موزه‌داری به شکلی دانشگاه اصفهان قبول شدم و نرفتم اصلا. آره چون میدونستم که باید من مجسمه رو چیز کنم که نتایج نیمه متمرکز هم اومد و مجسمه تهران و دیگه رفتم دانشگاه هنر رو. واسم تهران خب به شکلی حالا با توجه به همه اون داشته ها و اطلاعاتی که کسب کرده بودم و دوست و آشنا و رفیق و این داستانا، میدونستم که اگه بخواد حرفه‌ای به شکلی بهش نگاه کنم و روند درستی رو پیش ببرم، خب مجسمه هم که میدونی به شکلی 3 دانشگاه توی ایران بیشتر نداشت به اون دوره، الانش هم به همین شکله. یه دانشگاه هنر زیبا بود، یه دانشگاه هنر بود، یه دونه هم دانشگاه نیشابور بود که من خب تمرکزم روی تهران بود و دانشگاه هنر قبول شدم و دیگه فرآیندمون یعنی شروع داستان مجسمه از اونجا استارت دیگه خیلی جدی مجسمه اونجا برات انگار که شروع شد. پس بازم این یه بخشش اینه که خب تهران 2 از 3 گزینه تهران بودن. خب طبیعتاً هم ترجیح میدادی که بری پایتخت، بری اونجا. 100%. چقدر نگاهت به اون ایجاد ارتباطات آینده بود؟ آیا اصلا تو اون مرحله بیشتر الان دغدغه‌م اینه که ازت بپرسم تو اون مرحله چقدر به آینده شغلیش فکر می‌کردی؟ یعنی برات اصلا مطرح بود یا هنوز اون آرته، اون هنره برات انقدر بزرگ بود که خیلی شاید به جنبه‌های دیگه‌اش فکر نمی‌کردی؟ آیا اینم تو پس زمینه ذهنت بود که باعث بشه بگی خب تهران من احتمالاً ارتباطات بیشتری میتونم ایجاد بکنم، احتمالاً تو آینده میتونم که مسیرهای بهتری برای رسیدن به شغلی که بشه بهش گفت مجسمه سازی پیدا بکنم؟ این اصلا برات دغدغه بود تو مرحله؟ ببین آره واقعیتش من حوزه کاریم رو دیگه مشخص کرده بودم، یعنی من حالا با توجه به ذهنیتی هم که نسبت به آدمای دور و برم یا مثلا به شکلی حرفه‌ای که می‌خواستم به نوعی انتخاب کنم، فکر کردم که باید الانش هم به این عقیدم که هر کسی باید یک حوزه مشخصی رو داشته باشه و بتونم که به شکلی
به اون فرد بگم که مثلا مکانیکه، به اون فرد بگم که نقاشه، به اون فرد بگم که معماره. میدونم که این شاخصه باید روی هر به شکلی آدمی با یه جورایی باشه. در کنارش حوزه‌های مختلفی رو هم تجربه میکنه. کما اینکه من خودم مثلا حالا قبل از اینکه وارد دانشگاه هم بشم، خب عاشق گفتم تجربه های متفاوت بودم تو حوزه به شکلی حالا هنر. خب من تو دوره آخر به شکلی دیپلم گرفتم، حالا تو سالهای کنکور و اینا بود. قبلش حالا خب یه کاری مثلا نمیدونم نمایش هم کار میکردیم، تئاتر هم کار میکردیم، کار تئاتر مثلا هنرستان و این داستانا، تو حوزه‌های مختلف به شکلی کار کردم. ولی مثلا حالا قبل از اینکه برم دانشگاه مثلا یکی دو تا کار طراحی صحنه مثلا تئاتر من انجام دادم. کار تئاتر حرفه‌ای که رو صحنه بود و اجرا میشد، که مثلا بعدم حالا جشنواره استانی رفت و نمیدونم سمنان رفتیم اصفهان و جای این شکلی بود. واسم که میخواستم همیشه سرک بکشم توی به شکلی حوزه‌های مختلف و در این حالی که مجسمه رو همچنان دستمو آویز کرده بودم بهش و محکم گرفته بودمش. ولی این اتفاق واسم خیلی جذابه که بتونم تو حوزه‌های مختلفی و اینا همش خیلی جاها به کمکم اومده. یعنی مثلا تا حالا توی روند سالیان بعدم هم تو دوره دانشجویی هم سالیان بعدش که به شکلی حالا یه ذره حرفه‌ای‌تر برخورد کردم باش، خب تو حوزه‌های مختلفی اون تجربه‌هایی که تو عرصه‌های دیگه داشتی اونجا خیلی به کارت اومد. بعد بیشتر هم شد. مثلا حالا من طراحی صحنه فیلم انجام دادم، مدیر هنری یه پروژه‌ای بودم، چند تا پروژه بودم. بعد اتفاقات مختلف این شکلی حول محور مجسمه واسم افتاد. یعنی و اینکه حالا جست و گریز کارهای متفاوتی هم انجام دادم که فکر می‌کنم هم حالا توی اون زمان و واسه اون تجربه‌ای که من داشتم حداقل موفق بود و ازش خیلی هم من به شکلی درس گرفتم، همین که تجربه جذابی بود واسم. یعنی که پس تو این ذهنیت حرفه‌ای رو از اول داشتی. یعنی شروع کرده بودی تجربه هایی انجام دادن که اینا منجر به یک شغلی، به یک درآمد واقعی شده بود. و تو هم اینجوری که من از حرفات فهمیدم داشتی میگفتی که من خودم رو مجسمه ساز میدیدم. یعنی این تو ذهنت فیکس شده بود به عنوان یه اصل ثابت که من قرار مجسمه ساز باشم، هرچند که تجربیاتی رو در کنارش ادامه خواهم داد. چون خیلی از وقتا بچه‌هایی که حالا مثل ما رشته‌های هنری رو تحصیل میکنن شاید از همون اول مخصوصا از سمت اطرافیان این توی ذهنشون کاشته میشه که خب ببین شاید من نتونم از این درآمد داشته باشم، شاید برام تبدیل بشه به یه بحث جانبی چون ما بخوایم یا نخوایم شغل یه بخش اعظمی از زندگی آدمو درگیر میکنه. یه دغدغه بزرگی که ما داریم که یکی از اصلا دغدغه‌های من توی این پادکستم هست که با بچه‌ها صحبت کنم، با دوستان، با اساتید، با عزیزانی مثل تو صحبت کنم، ببینم که توی اون روندش این مرزبندیه. حالا میخوایم الان بیشتر از بحث تحصیلی بیایم روی این بحث حرفه‌ای صحبت کنیم. این سوالم پرسیدم که بحثمون رو به قول معروف تغییر مسیر بدیم به سمت همون مسیر شغلی. خب تو گفتی که من خودم مجسمه ساز میدیدم و شروع کردی به تحصیل در رشته مجسمه سازی. دانشگاه هنر بود یا هنرهای زیبا؟ دانشگاه هنر تهران. شما دانشگاه هنر تهران شروع کردی به تحصیل در رشته مجسمه سازی. خب حالا احتمالاً چند ترم اول آدم بیشتر درگیر دانشگاه، فضای دانشگاه داره، تازه مثلا خب زیست توی یه شهر دیگه که شرایط خودشو داره، احتمالاً زندگی خوابگاهی، همه این مسائل و مشکلات. میخوام که همینجور که به اینا یه اشاره گذرایی میکنی بیای سمت اون جایی که دیگه کم کم داری میری به سمت بازار کار و خودت هم میگی که من یک مجسمه سازم. حالا میخوای شروع کنی و دغدغه ها یکی پس از دیگری از راه میرسه. خب من راههای کسب درآمد چیه؟ چه شکلی باید با اینا مواجه بشم؟ چی کار باید بکنم؟ راه ها رو چجوری باید پیدا کنم؟ اون ارتباطات رو چجوری باید ایجاد بکنم؟ از اون بخش برامون بگو. ببین واقعیتش من این مسیری که میگیم به شکلی حالا از ابتداش تا انتهای که الان باشه مطمئناً خیلی سختی ها منجر شد که من الان اینجا باشم، تو این نقطه باشم. حالا موفق یا ناموفق رو نمیدونم، هنوز فکر میکنم که خیلی جای به اصطلاح جای کار دارم که باید به شکلی موفقیتم رو خیلی
ثابت شده تر ببینم. من همون اوایلی که حالا به شکلی تهران حالا هنوز واسم خیلی از یه شهرستان به کلانشهر میرم، بعد به اون فضایی که به شکلی حالا قبلا یه چندین باری رفته بودم سفری و فضای کاری این شکلی، ولی خب انقدر واسم جدی نبود که بخوام به شکلی شروع زندگی جدیدی رو توی یک کلانشهر با اون همه داستانهاش و گرفتاریهاش و همه این داستانا. من شروع به شکلی دانشگاه رو که به اصطلاح شروع شد از همون اوایل فکر میکنم که به این فکر کردم که خب من مجسمه سازی رو به عنوان یک حرفه پیش گرفتم، دارم تحصیلات آکادمیش رو هم میگذرونم، ولی میدونستم که قرار نیست یعنی یه چیز زود بازده نیست که الان مثلا خب 5 ترم گذشت 4 ترم گذشت بتونم مثلا یه پروژه بگیرم فلان کنم که این اتفاقات افتاد. ولی خب میخوام بگم که همون اوایل مثلا به این فکر بودم که خب الان من در کنار این هم که دارم مجسمه سازی رو به شکلی آکادمی دانشگاه تحصیل میکنم و جلو میرم، به فکر کارهای دیگه هم بودم که بتونم یه درآمدی داشته باشم، یه کاری رو انجام بدم، یا حداقل فضایی رو داشته باشه که بتونه اون تامین مالی که حالا به شکلی باید یه تزریقی بشه تا بتونم که روند زندگیم رو اینجا به شکلی بهتر پیش ببرم. به این فکر هم بودم. خب که همون اوایل یه خاطرت هست فکر می‌کنم که یه دفتر سینمایی زدیم با یکی از دوستان، بعد دوربینی خریدیم و سپایه و فلان و یه داستان این شکلی که یکی دو سال با هم کار کردیم و خیلی هم عالی بود و بعد دیگه هر کدوم به شرایط خودمون به شکلی اون دفتر سینمایی دیگه تموم شد و کارهای این شکلی. بعد دیگه خیلی در این حالی که ما بین مثلا ترم‌ها یا مثلا تعطیلاتی که بود کارهای پاره وقت هم انجام میدادم، کارهایی که اصلا مرتبط نبود ولی خب به شکلی اقتضا ایجاد میکرد که باید این کار رو انجام بدم که بتونم یه تزریق مالی که بتونم حداقل اون مواد متریال اولیه‌ای که میخوام مجسمه بسازم، میخوام یه کار حرفه‌ای رو انجام بدم، اینا رو بتونم تامین کنم. خب بالاخره ما پشتوانه مالی یا به شکلی خانواده ثروتمندی نبودیم، خانواده معمول که به شکلی در حد توانش میتونست کمک بکنه و همیشه هم سعی میکردم که روی پای خودم وایسم. از همون 13-14 سالگی که به شکلی شروع به کارهای مختلف کردم و تجربه های مختلفی که گفتم، سعی میکردم که مثلا دست و گروز یه کارهای دیگه ای رو هم که میدونستم که مثلا آورده مالی داره، بعد از مثلا 3 ماه 2 ماه یه پروژه نمیدونم این شکلی بود انجام میدادم که بتونم که تزریق مالی رو هم داشته باشم در کنارش. این شکلی پیش رفت و فکر میکنم که همیشه اون مجسمه سازی و مجسمه واسم اولویت اول بود، یعنی همه این کارها رو هم که انجام میدادم برای اینکه بتونید تو اون مسیر برای اینکه بتونم بقایی داشته باشم، چون واقعیتش اینه که تو حوزه های هنر کلا، حالا نه مجسمه، نقاشی، گرافیک، سینما، تئاتر و همه این داستان ها، تو باید یک ممارستی داشته باشی، یه پیمایشی داشته باشی که بتونی از یک مسیر صعب العلوم عبور کنی تا حداقل به یک نقطه نسبی امنی برسی، بعد شروع به فعالیت به شکلی حرفه‌ای‌تر و جدی‌تر و و مثلا من همون مثلا فکر می‌کنم که ترم 5 و 6 بودم که مثلا یه سفارشی مجسمه شهری از شهرداری تهران گرفتم که توی فراخوانی بود و کارم قبول شد و بعد این رونده خودش به یه شکلی طی شد. بعد دوباره یه نمایشگاهی بود که اولین اثرم رو اولین نه ولی چند تا از قبل فروخته بودم، ولی خب جدی‌تر شده بود که توی نمایشگاهی یکی از کارهای هنوز دانشجو بود، فکر می‌کنم 4 و 5 بودم، یه نمایشگاهی گذاشتم، یکی از کارام توی خانه هنرمندان تهران فروش رفت و اینا واسم خیلی جدی‌تر شد. دیدم که میشه از این حوزه، از این حوزه اگر که بدونی که به چه شکل مسیرش رو طی کنی، به شکلی
نوع رفتاری که با مواد متریال انجام میدی و همه این داستانا رو اگه بتونی که به شکلی روندش رو درست پیش بری، آره شدنیه و این ادامه دار شد. آره. آها. یه دو تا نکته جالب بود تو حرفات. یکی این که گفتی که من از همون اول میدونستم این یه پروسه است و طول میکشه، چون خیلی وقتا توی بچه‌های حالا از تیپ ما این واقعا این انتظاره خیلی تنظیم نیست. آره. یعنی مبتنی بر واقعیت کف جامعه روی زمین انگار نیست. آره. ما انتظار داریم که خب من اگه استعدادی خودم تو خودم دیدم یا اطرافیان تو من دیدن، چرا پس داره جواب نمیده؟ آره. چرا داره اتفاقی برای من نمیفته؟ مخصوصا الان تو رشته‌هایی که شاید بیشتر جلوی صحنن، مثل رشته‌های نمایشی که حالا ماها درگیرش بودیم، همیشه این دغدغه هست، میگه درس تموم شد، چرا اتفاقی نیفتاد؟ آره. پس چی شد؟ پس تو از اول یه نکته‌ای که گفتی که من این واقع بینی رو که من اسمشو واقعا میذارم واقع بینی داشتی از اول، که خب ببین این زود بازده نیست. آره. رشته‌ای که من رفتم توش این اتفاق این نکته رو داره. و دومی چیزی که بود، اون نکته جالب دومی اون بود که گفتی یه اتفاقایی افتاد که من فهمیدم میشه. آره. یعنی گفتی که من یه کارم توی خانه هنرمندان فروش رفت، دیدم که انگار کسب درآمدی میشه. چون مثلا یه نکته دیگه که در مورد رشته‌های مخصوصا شبیه رشته هنری که تو کار میکنی هست، اینه که آدم‌ها از بیرون خیلی ذهنیت و شناختی در مورد مدل درآمدیش ندارن. آره. یعنی از بیرون خیلی ناآشناست براشون. مثلا شاید بچه‌های گرافیک تو بچه‌های هنر همیشه دیدی که گرافیستا جزء کسایی که هم سریعتر به درآمد میرسن، هم نمونه کاراشو خیلی ملموسه، خیلی رو زمینه. از همون اول آقا پوستر میزنن برای کار مثلا اون تئاتریه که یه ریال هم از کارش در نمیاره. آره دقیقاً. لوگو میزنن، یعنی انگار که به بازار کار نزدیک‌تره. ولی تو رشته‌های حالا ما دوباره باز نمود داره، میگه آقا مثلا تئاتر بردم رو صحنه فلان. این دغدغه احتمالاً تو هم از هم خانواده هم از اطرافیانی که شاید کمتر آشنا بودن اینو حس می‌کردی. اولا که اصلا بگو چه اتفاقی افتاد، بعد دیدی که چه راه‌های درآمدی هست وقتی مسیرها برات باز شد. چون میدونم که الانم تو شغل اصلیت مجسمه سازیه. کار دیگه ای اگرم باشه همین فعالیت‌های جانبی مرتبطه، مثلا طراحی دکور یا طراحی صحنه فیلمه که باز اونم طبیعتاً خیلی مرتبطه. بگو از اینکه با این نگاه اطرافیان چی کار میکردی، احتمالاً فشارهایی که وجود داشت، و اینکه بعد چه راههایی حالا غیر از فروش آثار که اشاره بهش کردی، راههای دیگه چجوری جلوت باز شد، چجوری باعث شد که فکر کنی من میتونم مجسمه سازی رو به عنوان حرفه و شغل اصلیم انتخاب بکنم و ازش کسب درآمد کنم و گذران زندگی کنم. ببین واقعیتش تا همین الانی هم که داریم صحبت میکنیم همچنان این تفکر همچنان هست. مثلا به یه مهمونی میری خانوادگی، مثلا چی کار داری میکنی؟ میگم این چی مجسمه. آره. بعد درآمدم داره مثلا فلان اینا، مثلا زندگی میچرخه باش. میگم آره بابا چرا فکر میکنین که مثلا نمیشه؟ خب ما سختیاش خیلی زیاده. یعنی من به واقع مثلا انتخاب کردم که این شکلی باشم به دلیل اینکه مجسمه هم مثل یه بخش دیگه، یعنی اکثر حوزه‌های هنری تجسمی یا حالا سینما تئاتر یه رشته‌هایی هستش مخصوصا توی ایران که فصلی پروژه‌ای، تو نمیتونی اصلا روی هیچ چیزی حساب بکنی. یهو میبینی مثلا تا پای قرارداد یه کاری میره بعد کنسل میشه. یهو میبینی که مثلا یه پروژه شما مثلا حالا پروژه هایی که شهرداری یا نمیدونم مجسمه های شهری یا نمیدونم کنسرت یا هر چیزی تو حوزه های مختلف، میبینی تا یه جایی میری یا میبینی مثلا نشد، یا میبینی مثلا آره یه سال مثلا 2 تا پروژه مجسمه شهری داری، 2 سال 3 سال نداری. یهو میبینی این اتفاقات به دلیل اینکه هیچ جای ثابتی نداره و تو باید جای ثابت‌تر خودت واسه خودت ایجاد بکنی. یعنی مثلا کارهایی که بتونه به شکلی حالا تیراژ داشته باشه، حالا کارهایی که میره سمت صنایع دستی شاید یا میره دکوراتیو، کارهایی که شاید بتونه مثلا در کنار این که داری نمایشگاهات رو میبندی، نمیدونم داری فستیوالات رو شرکت میکنی، داری جاهای مختلف رو به شکلی رصد میکنی، صدات میکنن میری به شکلی حالا کارها توی گالری فروش میره و همه این داستانا رو داری، اصولاً باید یه پافشاری رو هم داشته باشی که
آره شدنیه، ولی خب یه جاهایی واقعا خسته کننده است، یعنی قشنگ تو رو زمین میزنه. یعنی من مثلا خیلی وقتا بوده که الانش هم همچنان هست، یه وقت فکر میکنم که خب بابا ول کن دیگه، یعنی الان نمیشه دیگه، یعنی انقدر داری سختی نمیدونم اجاره های کارگاه و فلان و مواد متریال گرون و فروش نرفتن بخشی از کارا. مثلا توی این چرخه‌ای که حالا تو این چندین سال من پیش رفتم، خب نمایشگاه‌های گذاشتم فروش رفته، بعضا نرفته، نمیدونم همه این داستانا رو داری و نمیتونی بگی که به شکلی خب من دیگه ول میکنم. یعنی اگر که میخواستی اون مقطع مثلا این حوزه رو ازش جدا بشی، فکر میکنم که بهتر اینه که از همون ابتدا، یعنی مثلا 15-16 سال 20 سال مثلا آره ادامه دار باشه. خب سخته دیگه، یعنی تو یه مقطعی میرسی که الان به اون حرفه تو رو میشناسن، بعد مثلا این شکلیه که الان خب بری یه جای دیگه یه کار دیگه بکنی، خب ایرادی نیست، یعنی نمیخوام بگم که مثلا موردی هستش، نه، شرایط اقتصادی و اجتماعی و همه داستانهای زندگی همه ماست که داریم به سختی زندگی میکنیم توی این جغرافیا. به خاطر همین اگر اون ممارست نباشه یه جاهایی ول میدی قشنگ، یعنی ول میکنم چرا من اصلا اینجا چیکار میکنم. یه جای این چیزی که میگی که خیلی واسهشون جدی نیست و فکر میکنن که هنوز مثلا حوزه هنر کسب درآمدی نمیشه داشت باهاش، یا تو اون حوزه نمیشه از باب مالی امرار معاش کرد، همچنان این نگاهی هستش که از بیرون هست و یه جورایی مثلا من طرف مثلا میگه که خب تو حوزه، میگم مثلا مجسمه سازم و دارم کار مجسمه انجام، خب کسب درآمدی هم هست مثلا فلان. بعد مثلا حالا جدا از این داستان وقتی میگی که مثلا استاد دانشگاه هم هستی، استاد دانشگاه خب خیلی پس درآمدت خوبه، در این حالی که اصلا کلا برعکسه. یعنی مثلا حق و تدریسی ها اصلا هیچ عددی نیست، یعنی پول رفت و آمد و اسنپی هم که مثلا میخوای بدی نیستش. برعکسش اینه که تو حوزه مجسمه یه کار میفروشی حداقل مثلا پول 5-6 ساله شاید مثلا کمتر بیشتر استاد دانشگاه حق و تدریسی داشته باشی. این جابجاییه، ولی عنوانه و اسم مثلا واسه خیلی مثلا جالب و قشنگ جابجاست و این یه مشکل به اصطلاح تعریفی هستش که توی این حوزه افتاده. فکر می‌کنم تو همه حوزه‌های هنری این شکلیه. واقعا دقیقاً همینه که میگی. اتفاقاً واسه جا می‌خواستم به عنوان سوال بعدی اصلا همین رو مطرح بکنم. ببین نکته‌ای که هست این چیزی که میگی اصلا به نظرم تو کلان جامعه ما این مسئله تعریف نشده. یعنی اینکه بین مردم این قول رایجیه، انگار که تو نظام آموزشی ما هم همینجوری نگاه میشه، توی مدرسه ما هم همینجوری نگاه میشه، توی فضای کسب و کاری ما هم همینجور نگاه میشه. میدونی همیشه انگار اون لفظ هنرهای تزئینی انگار نفوذ پیدا کرده به ناخودآگاه جمعی ما هنوز فکر میکنیم هنر یک چیز تزئینیه که آدما باید بیان از روی دلخوشی برای اینکه حالشون خوب بشه فقط انجام بدن. پول نه، چرا اصلا پول چرا فکر میکنی باید بابت این کار بگیری؟ مگه اصلا برای درآمد آدم؟ ببین این از این نگاه شروع میشه تا اینکه میرسه فکر کن مثلا ما هممون، خب هم من هم تو تحصیلات آکادمیکمون هم تو رشته هنر بوده و دیدیم با گوشت و پوست و خونمون لمس کردیم که تو این 4 سال کارشناسی و حتی مقطع ارشد و حتی احتمالاً دکتری که من هنوز آلودش نشدم، هیچ، حداقل من که ندیدم، اگه تو دیدی بگو، هیچ کوچکترین اشاره‌ای به بحث اقتصاد هنر نه تو نظام آموزشی ما تو بحث هنر وجود داره. هیچکی انگار به آدم یاد نمیده که آقا این رشته‌های هنری هم یه اقتصادی دارن برای خودشون، یه سازوکار درآمدزایی دارن. انگار میگم این نگاهی که میگی خیلی کلانتر از اینه که حالا 4 تا آدم توی کوچه و خیابون فقط بگنش. به نظرم این دیدگاه خیلی جدیه. حالا اینو میخوام ازت بپرسم که این، حالا اولا که نظرتو در مورد این چیزی که گفتم بگو، بعدم بگو که اون مرزه کی برات پررنگ شد، اونجایی که اصلا این مرز برات به وجود اومد که من کار هنری رو صرفا برای اون ذات کار هنری بودنش انجام بدم، یا اینکه ببرمش سمت کسب درآمد و حالا اصطلاحاً بازاریش بکنم. این مرزبندی اصلا برات وجود داره؟ و اگه واقعا
چجوری اصلا با این پدیده برخورد کردی؟ اگه مرزه برات وجود داره چجوری باش کنار اومدی؟ ببین مرزه که وجود داره. حالا اون قسمت اول سواله که اقتصاد هنر واقعیتش این رو اصلا خب همون چیزی که میگی اصلا مشکل از سیستم آموزشی ماست. یعنی دقیقاً از شما از فکر میکنم حالا چندین ساله که حالا من ذهنم هم به شکلی یاری میکنه توی چیزی که متوجه میشم، از دوره خودمون که حالا قبلترش هم به همین شکل بوده مطمئناً، که مثلا زنگ هنر یا مثلا کلاس هنر صرفاً واسه این بود که بچه‌ها یه ذره آروم بگیرن، دوره هم یه نقاشی بکنن، یه خط خوشی مثلا حالا آموزش داده بشه و همه این داستانا، و خیلی جدی نبود هیچ وقت. یعنی توی سیستم آموزشی ما هنر جدی نیست، کلا یه زنگ تفریحه به قول خودمون، یه جایی که یه کوچولو مثلا نقاشی بکنی، نمیدونم یه کاری بکنی، یه دوره همی باشه، بعد دوباره همیشه واسه اون قسمت بیشتر زنگ تفریح بود و هیچ گونه به شکلی مثلا آگاهی نسبت به هنر، اینکه هنر چه پدیده‌ای هست، به چه شکله و چه جوری میتونه. حالا اون پرورش اون یه بخشی از استادای یا معلمای هنرمون آدم‌های آگاهی بودن و همچنان هم توی سیستم آموزشیمون هست، ولی خب یه بخش عمده‌ای توجهی به این نداشتن دیگه. به شکلی مثلا خب اینکه بخواد تعریفی از هنر بده یا مثلا در مورد اقتصاد هنر یا به شکلی اصلا درآمدزایی هنر از همون ابتدا بخواد یه به شکلی نموداری داشته باشه حداقل توی ذهن ماها، این اتفاق نیفتاده بود هیچ موقع. و توی دانشگاه هم به همین شکله، یعنی اصولاً نگاهی نسبت به این حوزه نیستش. هر کدوم از بچه‌ها دانشجوها یا به شکلی کسایی که دارن توی به شکلی تحصیل میکنن توی دانشگاه اصولاً خودشون نسبت به این اقتصاد هنر آگاه میشن، اصولاً خودشون با این روند دست و پنجه نرم میکنن و کم کم خودآموز به این نتیجه میرسن که آره من مثلا اگه این کارو توی مثلا نقاشی رو بوم کوچیک بکشم میتونم مثلا بفروشمش مثلا توی جمعه بازار، یا مثلا این دستبنده رو این شکلی توی حوزه صنایع دستی کار کنم میتونم یه کسب درآمد. بعد حالا این کلا به شکلی بزرگتر میشه و جدیتر میشه و تو حوزه حالا هنر به شکلی صنایع دستی و این داستانا میاد بیرون و حالا میاد تو حوزه گالری، خریدار داری، کیوریتور داری، مجموعه دار داری و اینا جدیتر میشه و حالا تو باید توی اون روند به شکلی جدیتر با اون اثر هنری که میخوای خلق بکنی رفتار بکنی که اون جامعه به شکلی حرفه‌ای‌تر هنر که به شکلی مجموعه دار و گالری و به شکلی میشه ویترین هنر، به شکلی اون رو بتونی باهاش به شکلی اونس بگیری یا حداقل بری واردش بشی و بتونی که ادامه مسیر حرفه‌ایت رو رقم بزنی به شکلی. آها متوجه شدم. حالا در مورد اون مرزبندی‌های بخش دوم اون سوالم بگو برام که اصلا این مرزبندی برات به وجود اومد. آیا هیچ وقت تو زندگیت فکر کردی که یکی رو باید فدای اون یکی بکنی؟ یعنی هنرتو باید بیای یه بخشی ببری توی یه قالبی؟ چون ما تو ایران به خاطر همین بحثایی که داشتیم، اون اقتصاد هنری که خیلی شاید به اون شکل بهش پرداخته نمیشه، ما خیلی هنر فقیری داریم. یعنی منظورم از فقیر اینه که میزان گردش مالی کل رشته‌های هنر ایران رو نگاه بکنی اصلا عدده خیلی عدده واقعا پایین و آره در قبال بقیه صنایعی که تو ایران، بقیه کسب و کارهایی که دارن کار میکنن خیلی عدد کوچیکه. این باعث شده که مثلا شاید کار هنری بره، مثلا شما مجبور بشی که اگه بخوای توی رشته هنری کار بکنی بری، مثلا تو صحبت‌های خودت هم بود مثلا بری مجسمه شهری برای شهرداری کار بکنی. این مرزبندی برای تو به وجود آورد؟ یعنی فکر کردی که خب من اگه دارم میرم برای شهرداری مجسمه شهری میسازم دارم از قسمت هنری کارم میزنم؟ آیا این هیچ وقت برای تو بود یا نه تو گفتی که من یه کار هنری دارم میرم انجام بدم، کار خودم هم در نهایت انجام میدم، حالا
به بهترین شکلی که میتونم این رو اونجا هم پرزنت میکنم، ارائه میدم و ازش کسب درآمد میکنم. این مسئله برای چه شکلی پیش رفت؟ ببین واقعیتش مرزبندی این که مثلا حالا تو این مثالی که میزنی مثلا واسه مجسمه‌های شهری، اصولا مجسمه‌های شهری توی این یکی دو دهه‌ای که یه ذره پررنگ‌تر شده، به غیر از حالا یه سری کارهایی که واقعا فاخرن، اکثرشون به شکلی کارهایی میاد که توی دوره‌ای کارهایی اومد که خیلی صرفاً واسه فصلی بودن دیگه. یعنی مثلا یه شب عیدی بود، نمیدونم یه مناسبتی بود، یه سری کارهایی مثلا می‌خواستن یه آذین‌بندی شهری داشته باشه، یه زیباسازی شهری داشته باشه. جدا از اون مثلا خب ما مجسمه‌های خیلی خوبی داریم از مجسمه سازان مطرح ایران، یا به شکلی حالا تو سمپوزیوم‌های مختلفی که بین‌المللی بود تو سالیان قبل اتفاق می‌افتاد، مجسمه‌های بین‌المللی این شکلی هم از آرتیست‌های خارجی داریم. جدا از اون اصولاً مجسمه‌های شهری یه یه جور چجوری بگم، مثلا خیلی آرت نیست. یعنی ما خیلی از باب هنر میگم به غیر از یه سری از این مجسمه هایی که به شکلی فاخر هستن و حالا مجسمه های ماندگار هستن بیشتر بهتر بگیم بهش، ما واقعیش بیشتر حالا جدا از یه کسب درآمدی، یه کار شهری، یه تجربه توی ابعاد و حالا اون آرتیست یا اون کسی که داره کار مجسمه شهری اون رو انجام میده، خب در نهایت صد خودش رو اصولا میذاره دیگه واسه اینکه بهتر باشه کارشه دیگه، به شکلی داره نمود شهری پیدا میکنه. ولی به دلیل اینکه اصولا توی فراخوان ها میاد، با یه سری از ممیزی ها میاد، با یه سری از موضوعات میاد، با یه سری از درخواست هایی میاد که خب تو باید توی اون چارچوبه مثلا حالا کار بکنی، مثلا نمیدونم شب عید فلانه مثلا نمیدونم، یا موضوع این شکلیه، خب ناخودآگاه یه جورایی کمتر میتونی اون چیزی که میخوای رو به نمایش بذاری یا ارائه کنی. ولی توی حوزه مثلا آرت و بیشتر تو خودت هستی، بیشتر خودتو داری بازنمود میدی و اون چیزی هستش که حالا بیشتر اون لذتی هستش که در خلق اثر داری ایجاد میکنی، هم خودت داری کیف میکنی، همین که کاری هستش که بعداً میره حالا توی نمایشگاه فروش میره. و اون قسمت دوم که بیشتر کار آرت میبینیم، اون واسم یه جاهایی مرزبندی داره ولی مرز خیلی محوه. آره یه جورایی که مثلا میدونی که الان کار شهری داری انجام میدی، خیلی شاید باب دلت نباشه، یعنی مثلا یه کار سفارشیه ولی تو اینو پذیرفتی. آره چون ببین یعنی باش انگار که با این دو مدل کاری که داری میگی انگار که یه جوری سازش کردی و پذیرفتی. آره که یعنی شاید مثلا مجسمه رو هم داری مثل همون مثلا کار طراحی صحنه‌ای که یه بار گفتی انجام دادی داری نگاش می‌کنی. آره مجسمه شهری هم شاید به اون سمت شاید واسه تو ذهنم داد. ولی اینکه مثلا خب بگو نه بگو داشتی میگفتی. مثلا خب اتفاقات مختلفی رو من تجربه کردم توی مثلا خب 2 دوره مثلا ما سمپوزیوم مجسمه سازی خشت خام توی یزد برگزار کردم که طراح و دبیرش بودم. بعد اون یه پروسه عجیب غریب باحالی داشت که خب خیلی سختی های خودش رو داشت، اون ظرفیت های خودش رو داشت، اون اتفاقی که مثلا تو توی یک بازه زمانی با 10 تا 15 تا آرتیست به نام داری کار میکنی، به شکلی معاشرت میکنی، تو از شروع یک مجسمه تا ختم یک مجسمه که داره ساخته میشه و داره تو تولید یک اثر هنری رو میبینی، باهاش درگیری و اینا همش پروسه هایی بود که توی این سالها باهاش خیلی بیشتر آشنا شدم و درگیر شدم و راحت تر تونستم که آره اگر تفکیکی هست یا اگر به قول تو مرزبندی هستش، اون مرزه رو مثلا چه شکلی به سمت نگاه و ذهنیت خودم بچرخونم که باهاش بیشتر حال کنم، بیشتر
توی اون قصه باهاش بیشتر همزاد پنداری بکنن. خیلی هم عالی. آره دقیقاً من همین نکته آخر حرف تو میگیرم، این که ما به نظرم حالا حداقل من تو دور و بریام با بچهای هنرمندی که حالا از رشته‌های مختلف بالاخره معاشرت داریم، میبینیم همون در ارتباطیم، میبینم که بعضی وقتا این مرزا وقتی پررنگ میشن آدم انگار به یه شکلی فلج میشه، به یه شکلی از کار میفته، انگار که دائم داره خودشو سر یه دوراهی میبینه که من یا این رو باید انجام بدم یا این رو، در صورتی که آدم وقتی یه ذره نگاهشو وسیع‌تر میکنه، تو سطح دنیا میخونه آثار هنرمندا و به قول معروف بیوگرافیشون رو میخونه، مثلا مصاحبه هاشون رو میبینه که انگار توی یک فرهنگایی مثل فرهنگ ماست که این مرزبندی ها انقدر پررنگه. جاهای دیگه انگار خیلی عادی این اتفاق میفته، انقدر نرم این سویچ ها اتفاق میفته. یعنی آدمه وقتی میخواد کارش یه جای ارائه بده، من یادمه مثلا استاد محمد رضا اصلانی، استاد بزرگ مستندسازی و فیلمسازی، همیشه میگفت بچه‌ها برین کار سفارشی بگیرین ولی کار خودتون رو بسازین. دقیقاً. یعنی اون آدمه انگار اینو پذیرفته بود، ولی ماها انگار دائم در این دوراهی انتخابی. این که خیلی برام جالبه. من هرچی هم جلوتر میره بچهای دور و بر خودمون هر کی میبینم که با این مسئله، با این دوگانگی رسیده، بیشتر تونسته تو مسیر اون رشته‌ای که میخواسته بمونه. یعنی اکثر بچه‌هایی که این براشون خیلی پررنگ شده، هی گفتن نه من این کارو نمی‌کنم چون بازاریه، این کارو می‌کنم چون هنریه، یا بالعکس، یا به دو سر طیف به طرز خیلی افراطی انگار حرکت کردن، یا رفتن خیلی بازاری شدن به اصطلاح، یا اومدن دیگه خیلی هنر محض کار کردن و خب طبیعتاً به درآمد نرسیدن. معمولاً یه جایی اون کریر شغلیشون، اون مسیر شغلیشون اصلا منقطع شده. یعنی قطع شده، یا ول کردن کلاً رفتن سر یه کار دیگه‌ای و هنر رو در کنارش ادامه دادن. به قول اون قول معروفی که مثلا در مورد هنر و ورزش خیلی اینو میگن دیگه، میگن آقا کار اصلی تو بکن، اینا رو هم در کنارش ادامه بده. یا واقعاً اون شکلی رفتن. یا اینکه این خیلی نکته جالب برام، دوست دارم یکم بیشتر حرف بزنی تو ادامه صحبتات، اینکه خودت چجوری این از پیش به این فکر کرده بودی یا ناخودآگاه این اتفاق برات افتاد؟ اینکه خیلی برام جالبه. تو میگی که من پذیرفتم که مثلا این کارم هست ولی خب سعی میکنم صدمو بذارم براش، این کارهای آرتی هم هست، هر دوتا رو دارم انجام میدم، هیچ کدومش هم به نظرم خیلی خارج، یعنی خودم مجبور به یه کار بی ربطی نمی‌کنم. این صلحه چجوری تو اتفاق افتاد؟ آیا ناخودآگاه بود یا از یه جایی فهمیدی باید اینجوری نگاه بکنی؟ چه شکلی بود؟ ببین من کلا شخصیتم شخصیت انعطاف پذیری هست در کل، اینکه سعی میکنم که منعطف باشم توی حالا همه حوزه، نه حوزه حالا کاری، سعی میکنم که اون بخش به شکلی ذهنیتی که دارم، حالا اصول و قواعد و اعتقادات و اون داستانایی که دارم رو حفظش کنم، ولی بدونم که به چه شکلی بتونم که اون کاری رو که میخوام هم انجام بدم. یه سری کارها یه سری کارها بوده که پیشنهاداتی بوده که تو حوزه‌های مختلف که اصلا باهاش ارتباطی نداشتم، یعنی ذهنیت مثبتی نداشتم یا اصلا تو زاویه بودم و خب مسلما من اون رو انتخاب نمی کنم هیچ موقع. ولی خب تو همین حوزه مجسمه هم، حتی توی حوزه فیلم و سینما و توی حوزه های مختلف هم همین شکلی پیشنهاداتی بوده از ارگان ها، از مؤسسه ها، حتی از آدم های شخصی یا سفارش شخصی. خب من قبول نمی کنم، یعنی یه جاهایی میبینم که من اگه این رو بخوام انجام بدم دیگه واقعا اون آدمی که میشناسم نیستم و 100% با اونا زاویه پیدا میکنم و نمیتونم که به شکلی قبول کنم. ولی یه جاهایی به قول تو میبینم که نه، من اگه مثلا این حوزه‌ای که دارم کار میکنم، این کاری هم که به شکلی میخوام اجراش بکنم یا میخوام سمتش برم، میبینم که با ذهنیتم حالا یه جاهایی شاید مثلا به شکلی مرتبط نباشه یا به قول تو مرزی داشته باشه، ولی سعی میکنم که با ذهنیت و تفکر خودم اون کار رو انجام بدم. یعنی سعی میکنم که با نگاه شخصی سازی، به قول نمایشی ها هستش میگن یه نمایشنامه رو ایرانیزه میکنیم،
منم سعی میکنم که بله. یه حال این شکلی داشته باشم، واسه خودم واسه خودم ترجمه کنم، بگم که آره من اگه میخواستم این کار رو انجام بدم این شکلی انجام میدم و حالا یا پذیرفته میشه یا پذیرفته نمیشه. ولی نگاه هم اینه که یه جاهایی باید انعطاف داشته باشی توی این حال و احوال و روزگار ما. اگر که بخوای که صفر و صدی باشی، واقعا یا باید نباشی یا باید باشی اونجوری که نیستی و اذیت کننده است دیگه. یعنی خب دور و برمون میبینیم آدم هایی هستن که هستن ولی انقدر بی خود و بی جهت هستن که انگار نیستن دقیقا. و یه سری آدم ها هم از دو جهت من واسم خیلی جذاب نبود از ابتدا به این شکلی. حالا قبل از اینکه حوزه هنر رو انتخاب کنم این شکلی بودم، همیشه یه حالی سعی می‌کردم که نگاه خودم رو داشته باشم ولی اون کاری هم که میخوام انجام بدم رو به نحو احسن به صدم رو بذارم اگر که میبینم که درسته. خیلی عالیه. خیلی واقعا به نظرم نگاه درس آموزیه حداقل برای من که اینجوری واقعا با این پدیده با این هنر برخورد بشه. چون یه بحث دیگه‌ای هم که ما داریم دایره تأثیره. من خودم بعضی وقتا فکر میکنم که درسته که من اصلا دلایل سیستماتیک این که سطح هنر پاپولار ما حالا تو همه عرصه ها که حالا مثلا تو نمونه کار شما میشه نمونهش مثلا مجسمه شهری، تو مثلا کار ما میشه مثلا سریال سازی یا فیلم های سینمایی که تو مین استریم یا جریان اصلی سینما داره تولید میشه یا تئاترایی که داره اجرا میشه، غیر از اون گوشه هایی که خیلی هنری ترن. قطعا مشکلات سیستماتیک زیادی باعث این شده که به این روز و حال بیفته هنر به قول معروف که یه مرز خیلی بیشتری با عامه مردم برقرار میکنه. ولی یه جنبش هم من خودم حالا با این سواد اندکم و اون فکرایی که کردم از این جنبه دیدم که انگار که یه عرصه‌ای هست که هنرمندای ما به خاطر این مرزبندی ها هم خالی کردن از آدم حسابی، از هنرمند. یعنی آدم‌ها انگار عرصه رو واگذار کردن. حالا به 1001 دلیل، من دلایل اقتصادی، دلایل اون هسته های قدرت، اون جنگ های قدرتی که هست و اون پول هایی که جابجا میشه و اون پولشویی ها و همه اینها رو تا یه حدی هممون میشنویم، خبراشو هم میدونیم. ولی به نظرم اون سهم، حالا بگو اصلا 10% این اتفاق اگه سهمش سهم جامعه هنریه که مثلا حالا دارن فعالیت میکنن، میتونه این باشه که واقعا اون عرصه ها انگار واگذار شده. یعنی به دلیل اینکه ما فکر کردیم این هنره حالا نه یه ذره عامه‌تره، یه ذره انگار مرزش با جامعه بیشتره، در صورتی که تو تاریخو نگاه میکنی طبیعتا هنر اصلا مگه چیز غیر از تاثیرگذاری بوده تو همه ادوارش. و این نکته‌ای که میگی به نظرم خیلی نکته درس آموزیه که آدم باید فکر کنه که خب من چجوری میتونم هم هنرمند بمونم و هم بتونم که ارتزاق بکنم از این مسیر، هم بتونم اصول خودم رو حفظ بکنم. قطعا اون نکاتی میگی یه سری کارا رو آدم با هر قیمتی هم واقعا حاضر و انجامش نیست. ولی اینکه هر آدمی این مرزش رو کجا بذاره، اون انعطافش رو تو چه زمینه‌هایی نشون بده، چقدر بتونه تاثیر خودش رو به طرف بازار القا بکنه. چون ما این سمت قضیه رو نمیبینیم. همیشه فکر میکنیم که بازار میاد و ما رو تسخیر میکنه. قطعا بازار خیلی قدرتمنده ولی اون تأثیری که ما میتونیم بدیم هم به نظرم خیلی مهمه. من تو مجسمه‌های شهری تو واقعا این تلاش رو دیدم که تو تلاش میکنی توی مجسمه‌های شهری هم که حالا به عنوان نمونه ما البته داریم مثال میزنیم، وگرنه کارهای دیگه هم هست، مثلا از جمله طراحی دکور، طراحی صحنه و حالا کارهای دیگه‌ای که انجام دادی که تو اون تأثیره رو هم بذاری، بگی آقا من آرتیست که حالا یه زیستی دارم، یه سابقه‌ای دارم، یه سوادی دارم، یه بینشی دارم، بیام تأثیرمو تو اون قسمت بازارم بذارم. آره دقیقاً. آره. متشکرم، مرسی حسین جان. میخوام که برسیم به سالهای پایانی و بیشتر از این وقتتون نگیرم، مزاحمت نشم. اینکه اخیراً با این شرایط عجیب غریبی که حاکمه به اقتصاد هنر ما داری چی کار میکنی؟ این سالهایی که حالا همه میدونیم احتمالا از رشته‌های هم دیگه، مثلا یه سری ارگان‌هایی، یه سری بالاخره یه جاهایی که یک بودجه‌هایی داشتن که میومدن خرج کارهای هنری میکردن، به دلیل شرایط خیلی سخت و وحشتناک اقتصادی اینا به اگه نگم کاملا از بین رفته، به حداقل ممکن رسیده.
و خب این شرایط رو خیلی سخت کرده بر هنرمندای مستقلی مثل تو که دارن توی زمینه هنری مخصوصا اونجوری یکم خاص کار میکنن. با این داری چی کار میکنی؟ یعنی داری این روزها دقیقاً با این داستانها چه میکنی؟ ببین واقعیتش همچنان این چیزی که میگی دقیق درسته، ولی همچنان پول هست، همچنان بودجه هست، ولی خب یه جاهایی میره با این نگاه‌های به شکلی توی این چند ساله اخیر که خب به نوعی اون ساختاری که باید می بود برای به شکلی هنرمندانی که توی این حوزه داشتن کار میکردن خیلی سخت شد. یعنی این که مثلا خب مجسمه های شهری که حالا هی ما مثالشان میزنیم توی این چند ساله اخیر خیلی کمتر شد. به وجود اومدن مافیاهایی که حالا به واسطه اون مدیرانی که بودن یا اون نگاه خاصی که داشتن، خب یه سری تعداد و آدم‌ها و نمیدونم نگاه‌های نزدیک به خودشون رو بیشتر به شکلی صدا می‌زدن یا اصلا صدا زدن نبود، بغل دستش بود میگفت بیا اینا این کار انجام بده. یه ذره سختی داستان واسه خیلی از بچه‌ها به این شکل پیش میره. توی حالا 6 ماه سال اخیر یه ذره به شکلی حالا کم رنگتر شده، ولی همچنان هست، به قوت خودش داره ادامه پیدا میکنه. واقعیت داستان اینه که من حالا توی این سختی کار توی این 1 ساله من بیشترین فعالیت هم داشتم. یعنی من فکر میکنم توی این 1 سال مثلا 6 تا 7 تا نمایشگاه گروهی داشتم، 2 تا 3 تا فستیوال و یه فستیوال توی ایتالیا ماتریس بود که کار داشتم، یه توی استانبول ترکیه بود یه نمایشگاهی داشتم. میگم فعالیت‌ها رو من دارم انجام میدم همچنان، با اینکه سختی کار داره هر روز بیشتر میشه. هر روز داری به این فکر میکنی که خب به چه شکلی قرار هستش که بگذره، اجاره رو چه شکلی میخوای بدی، اون ماشینت رو میخوای چه شکلی تعمیر کنی، نمیدونم همه این داستانا رو داره به شکلی ادامه دار میشه و هر روزم داره بدتر میشه. ولی یه چیزی که منو هی نگه داشته اینه که خب تو الان این مسیر 17-18 سالگی رو داری طی کردی تا رسیدی تا اینجا، الان یه حال یه کوهنوردی رو داری که به یه شکلی تا یه مقطعی از این کوه رسیده اومده، میمونی که یعنی موندی که بری پایین یا دوباره ادامه بدی با همه این سختی‌ها. آذوقت تموم شده، نمیدونم کفشات دیگه کهنه شده و همه این داستانا داری، ولی میبینی که همچنان امید داری که باید ادامه بدی اگه میخوای بزنی اون نقطه رو. من نگاهم این شکلی همواره، یعنی اینکه اگر که ممارستی نباشه، اگر که امتدادی نداشته باشم، فکر میکنم که مثل یه بهمنی قل میخورم دوباره میام پایین و دیگه معلوم نیستش که به چه شکل و شمایلی همه چیز پیش بره. و واقعا هم این کوهنوردیه انقدر سخته، یعنی سخت بوده واسه حداقل من و به خیلی از دوستانی که من میشناسمشون، چون تو حوزه هنر واقعا دوام آوردن کار خیلی عجیب غریبیه. یعنی تو با همه چیزها، یعنی از حرف و حدیثهای دور و بر کار نبودنش، ممارست هایی که حالا جالبتر این که یه جاهایی تو به یک نقطه میرسی موفقیت نسبی پیدا میکنی، بعد از آدم هایی که دور و برتن دوباره ضربه میخوری، حرف و حدیث هایی که واسط پیش میاد، یه سری داستان های اصلا از هر جهت نگاه کنی هی داری یه تیری بهت میاد، به سمتت میاد. و واقعیتش من خودم این شکلی دیدم که باید ادامه بدم، یعنی چیزی جدا از این ندارم. یعنی خیلی پیشنهادات مثلا نمیدونم کارمندی فلانجا و نمیدونم مغازه فلانی و یه داستانه این شکلی هم همیشه بوده و هست ولی خب هر چقدر فکر میکنم که خب من اگه برم یه گزینه دیگه ای رو تیک بزنم،
به قول این الان تو فرهنگستان هنر فرهنگستان بله ادبیاتم تیکم که هفتک یه هفتک بزنم میبینم که اصلا از اون ماجرای اصلی دور میشم و خیلی سعی میکنم بهش فکر نکنم ولی همیشه هست. آره الان تیکو گفتی، اول اینو بگم بعد برم سراغ چی گفتی. تیک زدن حس این که یه کار انجام شد و میده. آره. هفتک که میگی انگار اون کار واقعا انجام نشده. آره قرار نیست انجام بشه. واقعا نقطه مقابلشه، یعنی نه تنها اون حسو نمیده بلکه حس نقطه مقابلش میده. آره در مورد هفتک زدن. بسیار عالی. مرسی حسین جان. من واقعا همیشه خیلی دوست داشتم این نگاه تو رو به زندگی، به هنر، به واقعا همیشه برام الهام بخش بودی، هستی و خواهی بود. واقعا اینو بدون تعارف و تو میدونی من واقعا اهل حالا تعارفای اینجوری خیلی، یعنی حداقل سعی میکنم نباشم. اینو دارم واقعا از ته دلم میگم. همیشه کسی بوده که من بعض وقتا حتی تو جمعای دوستا به تو اشاره کردیم، گفتیم حسین رو ببین، حسین به هر الان داره کارشو انجام میده، با همه سختی‌ها با همه کارها یه تعادلی تونسته برقرار بکنه علیرغم تمام سختی‌هایی که من یه سریشو حالا از نزدیک شاهد بودم، یه سریشو گفتی بهم در جریانش بودم، خیلی هاشم قطعاً اون نوک کوه یخو فقط شاید من دیدم، اونم تازه شاید. بقیه سختی‌ها رو قطعاً هیچ کسی خبر نداره و میدونیم که چقدر سخت کسب و کارهای پولساز الان رسیدن به اون قسمت سخت، اون پیچ خطرناکش. وای به حال اون آب‌باریکه هنر که همیشه مظلوم بوده، هنوزم هست و احتمالاً تا سالیان آینده هم خواهد بود. و دو تا نکته، این دو تا کلید واژه اگه بخوام از اون قسمت آخر کلامت بگم، این که زندگی ادامه داره و باید دووم آورد. من این چند وقته همچنان حالا همه اینا رو گفتیم، یه کوچولو هم این شکلی بگم که توی این مسیری که می اومدم، یعنی همه این سالهایی که به شکلی اشاره کردیم توی این چند دقیقه که با هم صحبت می‌کردیم، دچار افسردگی‌های زیاد پیاپی، نمیدونم از مقطعی که من کارت دانشجویی لیسانسم رو به شکلی تحویل دادم و اومدم بیرون از دانشگاه، یه افسردگی 6 ماه تا 9 ماه من همینجوری داشتم که خب الان چی شد؟ من از یه جایی بلند شدم پرت شدم یه جای دیگه، بعد دوباره همینجوری هی افسردگی هایی که هی میاد پشت سر هم توی مقاطع مختلف با داستان های مختلف. آدم های هنری هم میدونی دیگه حساسیت ها و احساسی بودنشون خیلی زیادتره نسبت به جامعه، نسبت به خودشون، خانوادهشون، اطرافیانشون، دوستشون، همه این داستان ها. و این چند وقته خیلی، یعنی توی این 5-6 ماه اخیر یه ذره خیلی علاقه بیشتری به فوتبال پیدا کردم. آره خیلی آره فوتبال شاید هم هیچ کدومشو نشناسم ولی مثلا با حال واسه اتفاقاتی که میفته فکر می‌کنم فوتبالم یه نوعی از زندگیه قشنگ، یعنی تو داری هی جریان ها دنبال لحظه هایی که اتفاقاتی واسط بیفته و همیشه امید داری که ببری، گل بزنیم، یه ارنجی داشته باشی که بتونه اون اتفاقی که دوست داری رو رقم بزنه. عاشق چای شدم. یه 5-6 ماه پیش 4-5 ماه پیش رفتم گیلان، از یه کارخونه چای رفتیم بازدید و اینا، چای گرفتم دیدم که بابا من خیلی چای خور نبودم دیگه خودت میدونی، ولی این چند وقته شبا تو خونه یا تو کارگاه هستم چای دم میکنم و 15 دقیقه تا 17 دقیقه میذارم دم بکشه و زره قشنگ دم بکشه، اصلا عشق بازی میکنم با یه مراسمی اجراش میکنم. آره. و واقعا میبینم که اصلا زندگی همینه، یعنی تو این که یه امیدی داشته باشی، یه سری هم داستانهایی واسه خودت داشته باشی که بتونی این روند زندگی رو چجوری بگم یه ذره راحت‌تر طی کنی. دشواری همیشه هست، تو حالا تو هر رشته‌ای باشی، تو هر حوزه‌ای باشی، ولی باید واسه خودت یه شیرین‌کاریایی داشته باشی. من همیشه به بچه‌ها میگم مثلا همیشه یه شیرین‌کاری واسه خودتون داشته باشین که بتونی تحمل کنی این همه داستان‌های زندگی رو. آره چقدر خوب، چقدر عالی. مرسی. حالا باز در اشتراکاتمون و اشتراک سلیقه‌ای که من با تو دارم این دو تا نکته بگم که یکی اون فوتبالی که گفتی، واقعا منم هرچی انگار جلوتر اومدم فوتبال
برعکس روند جدی گرفتن فوتبال تو خیلی از آدمای دور و بر، یعنی اونا انگار بچگی براشون فوتبال خیلی بولد بود و هرچی بزرگتر شدن انگار رفت براشون تو حاشیه. من روند کاملا برعکس. دقیقاً، یعنی منم عین چیزی که میگی، من بچگی اصلا بازی هم معدود پسر بچه‌هایی بودم که آره اصلا تو مدرسه من اهل فوتبال نبودم. یکی از دوستای مشترکمون که میشناسیش که خیلی اهل فوتبال بود، اون موقع مثلا تو دبیرستان بازیکن تیم مثلا استان بود، خیلی بازیکن خوبی بود که احتمالاً در آینده هم مهمون پادکست باشه، که حالا اونجا میگم بهتون که من داشتم در مورد این دوستمون حرف میزدم. اون موقع خیلی اهل فوتبال بود. من فوتبال حالا دنبال میکردم و مخاطب فوتبال بودم، انقدر واقعا برام جدی نبود. الانم خیلی بازی نمیکنم، یعنی نمیگم هفته یه دفعه میرم سالن، ولی فوتبال انگار برام شده همون چیزی که میگی، همون درام بزرگی که انقدر شبیه زندگیه و خیلی شگفت انگیزه و واقعا پایان‌های پیش‌بینی ناپذیر عجیب غریب داره. خب میدونی که من منچستری دو آتیشه هم هستم و دیگه همینم لذتشو برام چند برابر میکنه. و اون چیزی که در مورد چای گفتی، این اتفاق حالا با قهوه برام اتفاق افتاده. تو چای خور یه سالی درگیر شدم. خب آره، من هم چای خور نبودم، هنوزم اصلا نیستم، کلا چای نمیخورم، ولی قهوه دقیقاً همین حسی که میگی. یعنی وقتی میذارم صبح پا میشم قشنگ یه رو 20 دقیقه نیم ساعت وقت میذارم، درست میکنم، به عنوان یه مراسم واقعا اجراش میکنم. هر روز دارم. حالا خب من قهوه چی هم هستم دیگه، طبیعتاً ارتباطم با قهوه یه خورده جدی‌تره. میخوام بگم که این دوتاره که میگه منم به یه شکل دیگه‌ای واقعا دارم تو زندگیش و خیلی زیاد باهات موافقم که این شیرینکاری‌ها، اون نقطه‌های کوچیک شاید همون چیزاییه که آدمو به جریان زندگی منگه نمیکنه، نگه میگن که وقتی نمیدونی چی میخوای باید حرکت کنی. وقتی حرکت کردی به یه سری چیزا میرسی. یعنی دقیقاً زندگی هم همینه. تا یه تایمی که اصلا تو نمیدونی چی میخوای، یعنی تا مثلا میای بفهمی دنیا چه شکلیه، آدما چجوریان، چی میخواد، بعد یه جاهایی میبینی که من این علایقم اینجاست، این سلیقمه، نمیدونم این شکلی میخوام. و هر چقدر داره طی میشه تو داری پخته تر میشی، حرکت کردی و به یه نقطه‌ای رسیدی که آره من الان اینو میخوام، الان این آرامشمو توی این میبینم. یه جاهای این شکلی واسه آدمو فکر می‌کنم جذاب‌تر میشه زندگی. آره واقعا دقیقاً همینه که میگی. آدم بعضی وقتا خودشو باید یکم بسپره به جریان زندگی. یه راههایی یه جاهایی جلوی پات باز میشه که اصلا قبلا تصورش هم نمی‌کردی. منظورم اون نگاه معجزه‌گونه خیلی نیست، کمان که واقعا معجزه شاید به یه شکلی بروز و ظهور داره تو زندگی خیلی از آدما، ولی منظورم اینه که به خاطر ساختار ذهن ما تو نمیتونی انقدر واید، انقدر وسیع نگاه بکنی که همه موقعیت ها رو ببینی. یه جاهایی باید بذاری گذر زمان و اون جریان زندگی اون موقعیت ها یه گوشه های خودشونو به تو نشون بدن و بتونی واقعا از اونا یه دریچه جدیدی باز کنی. خیلی ممنونم حسین جان، خیلی زیاد لذت بردم از گفتگو باهات. چقدر یاد گرفتم واقعا از گفتگو باهات. نه بدون تعارف میگم، واقعا من اصلا قصدم اینه که تو این پادکست بشینم با آدما گپ بزنم، ازشون کلی چیز یاد بگیرم، واقعا این سوء استفاده رو از حضور دوستان بکنم که خودم کلی چیز یاد بگیرم. امیدوارم به درد 4 نفرم بخوره. از بچه‌های هنرستانی هنر بگیر تا کسایی که هنر رو تو سطح وسیع‌تر میذارن، تا اصلا عامه مردم که ببینن هنرمندا زیستشون چه جوریه، چه شکلی به زندگی نگاه میکنن، این مسیر رو چه جوری طی میکنن، با سختی‌هاش چه جوری کنار میان. اگه نکته پایانی داری من خیلی خوشحال میشم بشنوم، اگرم نه که بیشتر از این وقت. دمت گرم، مرسی، تشکر میکنم از تو که وقت گذاشتی و داری یه فعالیت دقیق و حرفه‌ای و جذاب پیش میبری. و نه واقعیتش اینه که خیلی تو این روزا انقدر به یه سری چیزها آدم فکر میکنه که نمیدونی به کدوم قراره به یه شکلی بهتر، یعنی نمیذارن که بدونی، یعنی انقدر شرایط بحران شده که تو فقط باید به فعالیتی که داری انجام میدی و فکر میکنی درسته اونو ادامه بدی. و مطمئناً من همیشه میگم به بچه‌ها، میگم که اگر یه کاری رو شروع کردین و فکر کردین که درسته و اون رو حرفه‌ای پیش ببرین، حتی یه پاکبان اگر تو حوزه کاری خودش درست جارو بزنه، سر وقت بیاد و سر وقت بره، همه کاراش رو درست انجام بده توی حوزه خودش، مطمئنا یه پاکبان
موفقی خواهد بود و اکثرا خواهند شناختش یا حداقل اون همسایه هایی که دور و برش هستن. تو حوزه‌های مختلف هم به همین شکل، یعنی اگر که درست و دقیق کاری رو که فکر می‌کنی درست رو انجام بدی و عشق داشته باشی نسبت به اون کاری که داری انجام میدی، مطمئنا موفقیت هم کنارش خواهد اومد. متشکرم. مرسی حسین جان، خیلی ممنونم، خیلی کیف کردم از گفتگو باهات. امیدوارم که هر روز همون کوهی که گفتی رو ما تو اون قله ها کمان که الان هم داریم میبینیم از پایین نگاه میکنیم برای دست تکون میدیم، ان شاءالله تو آینده همینجوری این روند موفقیت رو با سرعت بیشتر با شدت بیشتری ادامه بدی و ما همینجوری بتونیم باد رفاقت کنیم و کیف کنیم و باد گپ بزنیم. عزیز دلی، خیلی خوشحال شدم. قربونت حسین جان، خیلی ممنونم، متشکرم، خیلی لطف کردی که تو پادکست هنرزی حضور داشتی. انشالله که به زودی از نزدیک ببینیم. عزیز دلی، مخلصی. سپاسگزارم حسین جان، خیلی ممنونم. قربونت، خدا نگهدار. خدا.